سلام. خبرهای رادیوی آزادی را از روز دوشنبه 19 اکتبر تقدیم میکنیم. مقامات تاجیکستان میگویند 2 ساکن پنجکن در مرز ازبکستان نه از تیر مرزبانهای ازبک بلکه بر اثر ترکشی مینه جان دادند. سرریاست نیروهای مرزبانی میگوید که 2 ساکن روستای فراب به هنگام برخورد با مینه‌های در سرحد جا شده کشته شدند. حادثه تحقیق می شود و جزئیات آن بعدتر معلوم خواهد شد. حادثه روز 16 اکتبر در قطعه مرزی روستای فراب پنجکند و ناحیه اورگوتی ولایت سمرقند رخ داد. هنوز جسد این 2 مرد به جانب تاجیکستان سپرده نشده است. در اظهارات اول که روز 17 اکتبر پخش شد، مقامات پنجکند گفتند مرزبانهای ازبک به جانب 5 چوپان تاجیک تیر گشوده 2 نفر را کشته و 3 نفر را زخمی کردند. آنها میگویند احتمالاً چوپانها که در نزدیکی‌های محل حادثه ایلاق یا چراگاهی تابستانه داشتند نفهمیده به مرز ازبکستان گذشتند. ازبکستان در آخر سالهای 90 با بهانه جلوگیری از ظهور تروریستان و قلمروش مرزش را با تاجیکستان مینه‌گذاری کرد. در 15 سال آخر در این مرز حداقل 80 نفر کشته و 100 نفر مجروح شدند. همه آنها افراد ملکی بودند. دادگاه ولایت سوخت یک ساکن محلی را برای تبلیغات جنگ سوریه به 16 سال زندان محکوم کرد. دادگاه گفت این مرد ساکن شهرک ناوی ناحیه اسپیتامن در تشکیل اتحاد جنایی و جلب شهروندان تاجیکستان به جنگ‌های سوریه گناهکار دانسته می شود. دادرس منظوره لطیفزاده بر رادیوی آزادی گفت این مرد از روسیه ایستاده به تبلیغ شهروندان برای شرکت در جنگ‌های سوریه و عراق مشغول شده است. از روی قضیه مرگ مرموزی عمر نظرف 5 ماهه در شهر سنت پتربورگ هنوز پرونده جنایی باز نشده است. فعلا تفتیش این قضیه از جانب ساختارهای حفظ حقوق جریان دارد. در این باره بر رادیوی آزادی احتمبک محمدов رئیس سامانیان یک جمعیت تاجیکان در سنت پتربورگ خبر داد. ما با همراهی پلیس این شهر سنت پتربورگ همکاری داریم که برای این کار شدنش اول دلای جنایتی کشایند. بعد از این اول کودک همین شدگی که وقتی که از دست مادرش به اجازت سود گرفته شده است و اینکه اول سود قرار سود میبرامد بعد کودک از دست مادرش میگرفتند و زیاده از 5 ساعت در دل نگاه داشته شد کودک bez مادرش. او گفت بعد قضیه را زیر نظارت گرفتن وکالتداری حقوقی کودک در روسیه پاول استاخов حالا ساختارهای تفتیشاتی با جدیت بیشتر قضیه را دنبال میکنند. در یک حادثه روز 13 اکتبر عمر نظرفی 5 ماهه همراه با مادرش زرینه یونوسова دستگیر شدند. مادر در نقض مقررات مهاجرت عیبدار و کودک از دست او گرفته شده خودش بعد دادگاه جنایتی مأموری فرستاده شد. صبح دیگر به مادر خبر دادند که طفلش مرده است. مسئولین گفتند که طفل بر اثر بیماری درگذشت. مادر و دیگر نزدیکانش میگویند که عمر صحت و سلامت بود. حالا دادگاه قرار استرداد این زن را تغییر نداده است و معلوم نیست که کی جسد به نزدیکانش داده می شود. این قضیه در جامعه داخلی تاجیکستان و به ویژه مهاجران در روسیه سر و صدای زیاد کرد. وزارت معارف و علم تاجیکستان با گذشت 10 روز از پخش نواری لاتوکوب یک خواننده از جانب آموزگار شخصیت این معلم را معلوم کرد. این شخص سلطان شویف معلم متماتیکای مکتب اینترنت جمهوریوی تمایل ورزشی داشته به نام عبدالرحیم حسنوف شهر دوشنبه بوده است. با اطلاع مدیر این مکتب نوار ویدیویی لاتوکوب شاگرد از جانب آموزگار سال گذشته برداشته شده تنها هفته پیش به اینترنت راه یافت. مدیر مکتب از آموزگار حمایت کرد و گفت که او یک پداگوگ نرم طبیعت بوده در این مؤسسه با بچه‌های دشوار تربیت کار می‌کند. با اطلاع او سلطان شویف حالا هم در این مکتب کار می‌کند و از روی این قضیه به سوال‌های دادستانی پاسخ می‌دهد. رحیمقول ملخبیکов مشزن معروف تاجیک بنیاد اجتماعی کمک به ورزشگران تاجیک را در تاجیکستان ثبت نام کرده می‌خواهد مکتب باکس خود را افتتاح کند. این مشتزن معروف که قهرمان 2 کرته جهان، برنده مدال نقره بازی‌های المپی و قهرمان 5 کرته روسیه آید به باکس می باشد، باور دارد که حالا می تواند برای تربیت قهرمان‌های جهان در تاجیکستان مساعدت کند.
من با نیتی نیک به اینجا آمدم. توسط بازنمودن بنیاد کمک به ورزشکاران تاجیک میخواهم اساساً به ورزشکارانی که در نمودهای المپی ورزش مشغول هستند کمک رسانم. بنیاد به ورزشکارانی که در چمپیونات‌های جهان، بازی‌های آسیا و المپی اشتراک دارند کمک خواهد رساند. رحمقул малахбеков дар оғози солҳои 90 маҷбур шуд тоҷикистонро тарк карда ҳоло фурсатро муносиб медонад ки ба ватан баргашта барои пешрафти варзишгарони тоҷик саҳмгузор шавад. малахбеков баъди тарки тоҷикистон дар синни 29 солагӣ ба саҳнаи сиёсат пой niҳод ва 2 дафъа аз ҳизби русияи воҳид дар ҷумҳурии қалмиқистон вакил интихоб шуд. шакли пурраи суҳбати видеои раҳимқул малахбековро бо радиои озодӣ аз сайти интернетии мо, шабакаҳои иҷтимоӣ фейсбук, твиттер, ютуб ва ҳам замимаи радиои озодӣ барои телефони ҳамроҳ дарёфт кунед.